الان پای ویدیوی جدید بودم و تازه متوجه شدم که اصلا من سلام نداده بودم و تصمیم گرفتم که الان یه سلام بهتون بدم و یادآوری کنم که لطفاً خواهشاً سابسکرایب بهتون نره. زنگوله رو هم بزنین که هر موقع ویدیو آپلود میشه براتون اعلانش بیاد. لایک هم یادتون نره. ما به دوستاتون معرفی کنین. مرسی. بریم که ویدیو رو ببینیم. الان کجا میریم؟ کاسپیان. اوه کاسپیان برای چی؟ دیت زن و شوهری. خیلی وقت نرفته بودیم. آره خیلی وقت نرفتیم. بله. کاسپیان کجا میشه؟ یه ذره برای بچه ها توضیح بده. کاسپیان میشه استان گیلان، انزلی، قبل حسن رود. آدرس دقیق داری میدی نه؟ قبل حسن رود رمضان درست گفته باشم. مجتمع تجاری رفاهی و گمرک منطقه آزاد کاسپیان. نکنه داریم میریم اون مال آرش مال مال خیلی بیشوری. مرسی، منم دوست دارم. داریم میریم آرش مال دیگه. الان افتادیم توی ترافیک همیشگی انزلی. جاده انزلی قبل حسن. برای من چیز میزم میخوای بخری؟ آره عزیزم، تو هر چی بخوای. واقعا؟ آره قربونت برم. به من نشون بده، من فقط نشونه میگم الان بگو خوردم. اینجوری که بگی احساس میکنی اونو خوردی. چی؟ ما بچه که بودیم مثلا من با فامیلمون میرفتم بیرون. بعد حالا اون موقع وضع اوضاع خوب نبود و دستشون تنگ بود و یالا هرچی اصلا با ایکس من میمادم اصلا برای من یه یخدر بهش میگیری، میگفت یه ذره ببینمش فعلا دستم خالی و فعلا تو بگو خوردم. بعد ما میگفتیم فکر میگردیم خوردیم واقعا. علیکی دیگه ما حالیمون بود. الان خب من چیز خوردنی نمیخوام. بگو پوشیدم. دل خوشم میاد. اینجا صداش مشکل اینا رو دوست دارم. چیز زمستونی هم آورده. چند قیمته؟ 1980 اندازه اینه قیمتش. من نمیتونم پایین نگاه کنم. بابا بیا اسکل بیا یا اول
بیا الهام بیا. ارتفاعی نداره. نه فقط بیفتی ترشه هاش میشی، هیچ ارتفاعی نداره. هیچ ارتفاعی نداره بچه ها، میدونی اینجا بیفتی فقط میشی و هیچی ازت نمونه، فرد. اینجا فکر کنم چیزی داشته باشه. خوبی مامانم. خب بیا بیرون میریم هر جا که باشی میکنم. اینم غذا. این میبرم یه دریایی. اوه این اصلا کافش اینجوریه. آن سیگار میکشم توش. نه کافه. سلام جان. بیا اینا پلو. به خدا اگه اینجا باشی. اپله گفتم. چون ما یه جای جدید پیدا کردیم بعد این همه مدت اومدیم آرش ما مثل اینکه رو بام آرش میریم مالشون میریم طبقه پنجم. تا اینجا نیومدیم. بازم بیشتر چی سلام همچین مالی هم نیست این سره. بچه ها اینجا چون رو بامه از من بگیر. احساس میکنم مثلا یه آب پرتقال 200,000 تومانی اینجا میده 700 600. نه فکر نکنم. پاچمونه من مطمئنم تو نه فکر پاچمونه. نکنم. بریم بچه اینجا خیلی با کلاس و خیلی خفنه و ما اولین باری که میایم اینجا فکر کنم کافهشون رو تازه دارن راه میندازن و قیمتش هم خوب بود. فکر میکردم خیلی گرونه، نوشابه دادن خوب بود ولی سفارشمون هم الهام یه دونه محیط کلاسیک سفارش داد، منم یه دونه محیط تمدار با پالم‌های شاتوت، یعنی شاتوت توش قیمه نمیدونم چیه. من نمیدونم فکر کنم خیلی چیز خفنی باشه. بعد بیاد ببینیم چی. بده من یه از تو بگیرم ببینم نظر تو چیه. نظری نزنم. خیلی تمدارش رو دوست داشتم امتحان کنم چون اگه اون جینجرش رو میگرفتی جینجر لیموناد یا نه جینجر لیموناد که چون توش زنجبیل داشت شاید تو ذوقم بخواد، ولی الان چون این یکی رو داریم میگیریم اینم البته لیموناد تمدار رو زیاد نمیدونم با شاتوت چطور میشه. محیط تمدار من گرفتم. آره من میخورم تاش. تو نمیخوری؟ تو شاتوت دوست داری؟ من همه چی دوست دارم. من دوست دارم. من کلا اینجوری هم که دوست دارم طعمای جدید رو مثلا خیلی هوس کنم امتحان کنم، نه اینکه مثلا دوست دارم یه چیزی بخورم ولی بخوره تو ذوقم زیاد خوشم نمیاد. استرس داری؟ استرس چیه؟ نمیدونم یه جوری. آره خب اولین باره تو فضای عمومی دارم اینجوری بابا صحبت می‌کنم. ریلکس باش. یاد من بگیر ریلکس باش. اصلا استراب اجتماعی نوع استراب اجتماعی. ریلکس باش. نه همه بچه‌ها خودشون اهل دلن. باور نمی‌کنه بهشون بگم آقا 2 تا پیک موهیتو با هم بزنیمش. سفارشمون بیاد. من دیگه چش سوم داره میره.
خودت همه هست. بده من هرکی مال خودشونه. بچه ها خیلی گاد بود، خیلی حال کردم. بعد کافش فوق العاده خفنه، اینکه بچه هاشون هم خیلی بچه های بال، خیلی باعث رفیق شدیم دیگه. کلا اینجا هم دیگه پاتوق جدید اصلا خیلی باحال بود. من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر این همه اومدیم آرشما تا اینجا 6 ماه باز شده. 6 ماه دیگه شماره و اینا رو گرفتم که دیگه از این به بعد اینجا پاتوقه. ان ما رو تو دوست داشتی؟ آره خیلی خوب بود. خیلی خفن بود. خیلی خفن. سوشی هم داره، یه بار بریم سوشی هاشون امتحان. ما آب میوه خوردیم. ما آب میوه خوردیم ولی غذا آره غذاهاشون هم خیلی باحال بود. آره غذای هم گرم داره هم سرد داره، نوشیدنی گرم و سرد. اسم کافه شونم کافه رستوران ماریسو. اسم کافه خیلی باحاله، خیلی باحال بود، دوست داشتم. بریم یه جا دیگه. نیوا یادش باشه. اون نیوا اصلا نیست دیگه. اونت برم عزیز. خوراکیشو بریم. کیک بردار بابا، انا اینجا کیک هست. بچه کلا منطقه آزاد کاسپیان دمت گرم. همین الان اونجا بودم. میخوام بیا یه دقیقه اینجا. اما بازی پرسپولیس استر تراکتور رو می قلیون چای فقط 390 امشبه. آره چند؟ 6:30 6 شد 20 دقیقه است الان. کاش یکم دیرتر میرفتیم. نه اینجا چیزای خوشمزه تری داره از این شکلات ها. ای دوبای چاکلت. بچه ها نمیدونم، من یه بار خودم اصلا خوشم نمیاد. خود شکلات فرمنده اصلش هم گرفته بودم. شکلات های میکا هم داره. اینم کپ شکلات لبخنده. نمیدونم اینا رو خورده یا نه. بیسکویت لبخنده ولی این شکلات ها خوشمزه. ما از این اسمشو آها اینا خوشمزه. آره اینا اسم داره. اینا اسمش همونیه که میبینی. آره من بلد نیستم. دیگه چی داره اینجا که مواد شوینده چه؟ مواد بهداشت. دیگه وای آینه‌هاش هم خوشگله. اینا خیلی الو جان سلام. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام وكتبت الكتاب وإحنا طايرة الفرحة بينا والليلة دي
خب واسه بچه ها کاسپیان کلا جاییه که حالا اونایی که بچه گیلانن که میدونن، بچه های تهران هم که زیاد میان، ولی باز توضیح میدم برای اونایی که نیومدن و نمیدونن اینجا چیه. کل اجناس کاسپیان همه اجناس خارجی و از گمرک وارد میشه، همه اصله. هست و قیمتاش هم بد نیست، نه خیلی بالاست نه خیلی پایینه، خیلی متوسطه. اونور ما که الان الان این- میبینی ما الان این اینجا تو آرش بودیم. ماله. آره، حالا ما نه الان- ورودی، نزدیک ورودی همین مجتمع اون برم آزاد میخوره به کاسپیان. دریا. آره آرش ماله، فقط آرش مال نیست و چند تا پاساژهای دیگه داره، مثلا برند سنتر و ماهامال و اینا هستن که کلا برای بوتیک لباس و خوراکی و کلا همه چی داره دیگه. سرتون رو درد نیارم. ته کاسپیان هم میخوره به دریای زیبای کاسپیان.